از دستگیری و از تماشای بیننده دوشنبه کیف کرده؟ این چیزی که اینترنت مردم رو نمیگه. ما درباره تئاتر گپ میزنیم که مردم با افسوس ببینید. کنیبودم به نام توفا فاضلова سال 2022 100 ساله میشود. بله. لیکن چیزی که همه میدونند رسما در ما театри کسبی سال 1929 театр لاهوری تأسیس یافته است. فقط همین خیلی نمایش‌هایی که بسیار چقور هر چقدر کووید همونقدر بسیار میبره. چند فایزی معاش گفتید؟ یعنی چند فایز دیگرش از اونجا هست؟ سالهای سال چندین سالها همه کسا با دیگر تئاترها یک جایه برای مردمی کردن تئاتر خدمت کرد. کارمندان پلیس برای ریشی 3 نفر همکارای شما اونها رو چند مرتبه بازپرسی کردن. همین صحنه امروز کلا ایمپروویزاسیون بود. همه سخناشو گم کرد. اگر از بهای 10 برابر بگیریم شناخت مردم جامعه ما از تئاتر چند است؟ اگر امروز آخرین روز یادت شما باشه چیکار می‌کنید؟ تا مردن می‌نوشتم. با دوشنبه خوش آمدید. سلامت باشید رحمان. نمایشنامه بسیار عجیب. شما در نمایشنامه یک کلمه استفاده بردید کیف. از دستگیری و از تماشای بیننده دوشنبه کیف کرده؟ خیلی کیف کردم. راستی گپ تا سرشوی نمایش ما یگانتی ما فرصتی کیف کردن نداشتیم. کلی یک هفته حتی درست خواب نمی‌کردیم. 3 ساعت 4 ساعت این بچه‌ها خواب می‌کرد. بسیار کوشش می‌کردیم که همه رو قانع کنیم با همین نمایش. برای همین در وقت نمایش، در وقت قبول نمایش ما در صحنه کیف کردیم. چون شما 3 نفر هستید بسیار خوب می‌شود اگر یک جمله‌ای با یگان چیزی بگید که همون بیننده همین نمایش از همون چی بگیرد، یعنی با یک جمله همون باید چی بگیرد از همین نمایش؟ از همین نمایش چی چیز بگیرد؟ بله فقط یک جمله. این بسیار سوال دشوار. یک جمله که نمیشد میدونید چیه؟ این از جمله همین نمایشی که این اقربدن این از جمله همین نمایشی که بسیار چقور هر چقدر کووید همونقدر بسیار میبره. مثلا حاضر نمیتونم گویم که نمایش ما در یک جمله مثلا درباره مین بود، نه، برای آنکه اونجا بسیار گندم و اینفرماسیون گندم و چیزهای مهم بسیار و من نمیدونم که کدام از اونها سام ورژن شما راستی خیلی فرادم قید کردن لیکن کوشش میکنیم که یعنی در اینجا یک راستی بود، یعنی راست بیانی و همین یعنی با چشمانی باز نگاه کردن به آن به زندگی، یعنی چه خیلی حاصل در حقیقت ها. من همین چیزا گفتنی هستم که شما قانونی هستید که با کاری که شما مشغول هستید. با سوال شما با سوال جواب میدم. اگر شما قانونی باشید значит از همین نمایش میفهمید که کاری شما کرده شده با خودی شما معقول است، راهی رفتهتان درست است یا نه. همین چیزا رو باید فهمید. حناکتون چون این کارزین است ما کنز قفا میگردیم. من فهمیدم که شما دعوا دارید که تئاتری کنیبودم به نام توفا فاضلова سال 2022 100 ساله میشود. بله. لیکن چیزی که همه میدونند رسما در ما театри کسبی سال 1929 театр لاهوری تأسیس یافته است. فقط در ارشیف تئاتر کنیبودم هست. یکی از فکتایی که هست کامل یارماتوف یک کتاب دارد وزرشینی نامش بازداشت بدبختانه مردک به زبان روسی نیستد برای آنکه دوره سویتی بود این دفعه همونجا قید میکند که برمیگردیم به سال 22 میگوید برمیگردیم به سال 22 کنیبودم
اون وقت میگوید وای نبود، تئاتر نبود، این چیزا نبودن. یک تروپ از وای می آمد میگوید از ازبکستان، از پوکند ازبکستان، تروپ حمزه حکیمزاده کانیبودم به می آمد و وای ها نمایش‌های تئاتری میدادن. هر کجا به نمایش‌های تئاتری میدادن میگوید و من اون وقت میلیسه بودم و سردار میلیسه کانیبودم بود کاملی آرماتر و همچون آدمی وظیفه دار از باسمچی ها این اکتورای حمایه میکردن و هم هر کجا نمایش هر کجا نشان میدادن. بعد باسمچی ها تاکد این نمایش ها درباره وای بوده به مقابل باسمچی ها بود، یعنی وای تبلیغ میکرد، ایدئولوژی سویتی تبلیغ میکرد، همش زور همش وشی میگفت. باسمچی ها اینو گنده میدیدن و بعد این میلیسه های سویتی مجبور بودن که اونو حمایه کنن و همین خیلی میشد و یک چند جایی میرن همین خیلی میشد. بعد یک روز و بعد همون نمایشی وای ها در کار میشد که همین سالدات آدمی بسیار در کار میشد. سالدات هم میگن که بچه ها همین شما یاردن کنتم میگن یک دب ما پادرش که کنتم همین سالمه میبردن هیچی گپ نمیزدن، همین میستا تمام بود. سونی همین خیلی طرح خلاصه همون میلیسیونرای اولم راضی میکنن که وها همون نقش بازی کنن. همین خیلی شده کامل آرماتف نقش باز میکنه همینجور و بعد همین چیزا کیفیتش میبینه و همین خیلی شده قطعی کاتبی رایکا میکنن و وها خلاصه میکنن که ما و کانیبودم به همین خیلی تئاتر در کار برای اونکه وای ها یکی از مقصدهای عالی وای ها مبارزه با وای بود که باسمچی ها و هم میگن که موقع تئاتر در کار این وای ها فراز تئاتر تشکیل میکنن. این سال 22 سال آینده چیکار کردنی؟ یعنی 90 ساله نه 100 سالگی جشن می‌گیرن؟ ما خودمون حالی که بیشتر می‌خوایم 100 سالگی کلان کرده یک چند روز نمایش کنیم در باز همون سال 2017 به فکرم هفته تئاتر کرده بودیم در کنیبودم، یعنی گاسترولی کلان با مرکز با ولایت‌ها روزی هفته تئاتری کنیبودم گذراندنیم. خیلی نقشه زیاد هم بسیار زیاد. کجا ببینیم 12 و 13 نفر کارگر است در تئاتر همین؟ این هیئت ایجادی عموما چند تا؟ عموما 22 نفر. 22 نفر کم است و برای چی؟ این نیمش است از روی وای از روی 55 نفر دیرکتر گویانگ 55 نفر اشتار داره. سببی که تئاتر ما خود مبلغ گذار است. آن اینجا می‌بینیم حتما. ولی سبب ریشش همینجا که برای نگاه داشتن 55 نفر امکان نداره در مضافات و با پتانسیل تماشابینی که اینجا هست و برای همین ما تروپ خیلی کم شده است. در مثلا ارکستر موسیقی درامایی است، ما ارکستری زنده نداریم، دیگر چیزا خالی از شدها. فقط من دیرکتر راهنمایی میکند فاروق جان زفخوز، فارحود جان دیگر رسامی هم میکنند چند کاره چون که باید این باری که 55 نفر باید تشکیل کند باید امروز 22 نفر تشکیل کنند. از جهت ارزش پولی قیمتترین و ارزانترین نمایش تئاتری شما کدام بود و چقدر رفته بود؟ من همین قیمتترین همین رکوردمونه سادوی قو از همه اونه که پول کم رسال شد وای بود آخ محبت بود آخ محبت از جهت معنوی همین بود از جهت معنوی هم خیلی من یک وایش این که ما در دو سمت کار میکنیم، هم برای تماشابین محلی نمایش استحصال میکنیم، هم برای وی سطحی بین المللی. این نمایش برای مخصوص برای جشنواره های بین المللی برای تماشابین های خارجی وای شده است، آماده شده است. وقتی که از تئاتر آدم ها می روند همین
در دل اون نفرانی که در تئاتر کار میکنن چی پیدا میشود؟ یعنی غیرت خوشنود دیده داره محیدین مظفر از شهرهایی که شناخته بودم چه خیلی هستم چی میشه؟ بسیار بدبختانه است برای آنکه تئاتر این اکتور است. تئاتر مردم برای همین اکتور دیدن تئاتر بگیرن و این اکتورها یک روز دور از به تولد نمیشن. خوشنودی داده برای آنکه خوشنودی داده شود چند سال عمرش رفتگی است و چقدر مهنت ها کرده است و به همین مانند دیگران وقتی که اکتور نو می سبزدو بعد همین پرتفته می رود با برای تئاتر در کار است که با دیگر اکتور سبز کند. اگه چیلو میکنم برای اسخالت برمودن البته زود یکم کارو بکنیم که اسخالت برای مثلا سال 2019 خوشنود علاقه روسیه رفته بود برای گرفتن پاسپورت روسیه. ما مجبور شدیم به طریق یعنی اینترنت آنلاین قطعی به صحنه همون واسطه کنیم پوریش کامرا و در فستیوال همراه هوا خوردیم در روسیه و از دیگر شهر آمد ما رفتیم نه تنها واسطه نوید حتی ترجمه کنیم به روسی به روسی ترجمه همه پروسس ریپتیسیون نرمال تصور کنیم در روسیه در کار و پس از کار از استروک می آمدو حتی ما ریپتیسیون میکرد بگوهی بچه ها معذور بودن که مطابق شوند باید بیان که خلال نرساند از مقصداش نموند و همین گونه نمایش آماده شد و ما رفتیم در روسیه در فستیوال شد. اگر همین روز یک فرمان یک قانون یک قرار برآید که همه تئاتر رو بندید اکتورها رو جواب دید چیکار میشه؟ همچون یک ملت ما خودشان پسیدیم بریم همین چیز با احمد داستگمون نیست همچون یک ملت ما نیستیم. ملت چی معرفی میکنند؟ فرهنگ معرفی میکنند. فرهنگ این چی؟ فرهنگ این تئاتر، فرهنگ این سینما، این ادبیات، موسیقی، صنعت تصویری و همه ساحه هایی که همین وابسته به همین چیزا فعالیت میکنند. سال 2017 تئاتر شما نمایشنامه خارج‌کمر روی صحنه بود. من از اینترویویی که با شما کردم از همون دیدم که کارمندان پلیس برای ریش 3 نفر همکارای شما اونها رو چند مرتبه بازپرسی کردم و در اینترویو شما گفتید که من خرسند شدم که کارمندان پلیس کار خودشون رو خوب اجرا کرده ایستادن. بعدا شما اجازتنامه گرفتید؟ بعدم کار حذف شد. همین پروسس اجازتنامه گیری چه بود؟ یعنی برای ریش خیلی نگاه کنید این اجازتنامه نبود. این یک چیز بود که ما از طرف تئاتر یک حجت کردیم که ما این چیز لازم بود و در بسیار من هم دارم که یک چیزی که در اونجا نوشته شده است دیرکتور تئاتری که برای ایجاد و یک دسترین برای بچه‌ها هم یک دسترین کردیم که معرفی میکنه اون کی است در کجا کار میکنه و همین برای چی ریش میاد برای اون که هنرمند است این میرا صحبت میکنه که برای چی ریش دارد برای چی میشه یعنی این سوالش خیلی شد که مثلا یک بار اینو میقپد بعد اینو میقپد مثلا این اکون باید هر اکتیوی برای اون که شناخت کردن نشینه که بچه‌ها بیتون یک وای کنیم یک حجت کنیم که همین گوید که همین بیاند که همین حجت ها گوید که هست شد این هم این بچه‌های خودی این به اجازت هست یعنی در وی مهندسخانه کنیبودم قید شده است این مردکا یعنی اینجا با خبر هستند که همین مردکا ریش مانده میگردن. ماموریت تئاتر اینفارمی رو میکند خادمان ملیسه هایی که اینها کارگروی من مدیر تئاتر نشینم کجا یعنی زکام نتین تمام یعنی ما به رفته فهموندیم که برادر عزیز حاضر امروز زمان دیگر ما ریشه چسبانده برایم نمیشد مردم باور نمیکنند و هم به ما ریشه سبزانده برآوردن مدکن و بعد هم موافق شدن که ده اوکی خرشا در ده بیتون خیلی کنیم یک کاری کنیم که ما دانیم که شما ریش میمونید یعنی این ریشه شما برای خدمت مردم در کار این ریشه شما هم کشور در کار و اینو ما شما نجات کردیم.
вақте ки тамошобин кам меояд ба театр, ин айби ҳунарманд аст ё ки айби тамошобин? این گنده پرابلمی کلان تراژدی کلان این کشوری ما است. تئاتر و تماشابین وقتی که کم میاد این پرابلمی من فکر میکنم که این پرابلمی سیستم است. اگر فرض کنیم ما در همین سیستم زندگی میکنیم که ما مثلا دولت مساعدت میکند که تماشابین تئاتر به بیاید. یعنی مادامی که تو مردم تئاتر بیاری، значит مردم خودش هیچ وقت نمیاد، چون وای میدونن که وای باید بیاری. باید بخشه وای باید اون که گرفته بیاد برای وای بیاد. یعنی این خیلی کلی آدم به این خیلی گپ نیست که من باید امروز تئاتر بروم برای اون که تئاتر بوده است. این خیلی گپ، این خیلی اینفورماسیون نیست. من یک روز شباب موی گرفته میبرم. وقتی که اگر همین چیز از بین میرود، مثلا دیگه چور مردم تئاتر میاد، برای اون که همه تئاتر اینجا یه تشکیل نمیکنن، همه تئاتر کوشش میکنه، تلاش میکنه که خودش به اودیتور تربیه کنه، برای خودش اودیتوری جلب کنه، شب و روز کار میکنه خانه رفته برای اون که آدما معقول شود و آدما وای دیدن به بیاین. جواب اساسی عیبی بیننده یا که عیبی هنرمند؟ عیبی هنرمند، عیبی تئاتر. بیننده زندگی خودش میلیون تا پرابلم داره، بیننده کار دارد میلیون پرابلم و ما باید کاری کنیم که بین همه کارهای وای به درآمده و تئاتر رو دعوت کنیم. زریتل نمی‌نواد. وقتی که ما نمایش وقت تا سال میکنیم زریتل دیر میبیاد، این عیبی ما است که پایده رسیدیم. عیبی ما است که ما حالی تماشابین همین جوه سطحش نرساندیم که تماشابین خودش فهمد که نباید این خیلی کند. یعنی این فرهنگ در تماشابین ما تربیه، اینو باید ما تربیه کنیم برای فرهنگی به تئاتر رفتن در تماشابین. در ما تئاترهای مرکز بعضا میشود که بیننده های جبری هستند و این پوشیده نیست. در تئاتر شما چی هستند حالت؟ شده همه جا باید البته ما تعدادش کم کردیم. ما تصویری بریم کم کردیم ده. از ما یک دیگر چیز وای هست، یعنی کلکتیوی طلبات، یعنی مکتب پیشنهاد میکند که ما فلان روز میخوایم تئاتر رویم، ما موافقه میکنیم چند 5 سیانس میتواند در مکتب بیاید، بعد میگوید برای همه نشان میدیم. ما حاضر بخلاش مکتب خودشون میگن ما میریم ما یعنی از دوام همین گفت ما چیکار کردیم؟ ما سالهای آخر تلاش داریم که ما تماشابین اجباری نبریم، یک کاری کنیم که وایهای یک خودشون بیایم. برای این ما چیکار کرده شدیم؟ ما حرکت کردیم که چیزهایی که برای وایهان در کار است همین کارهای کنیم. مثلا نمایش صدرالدین و کار اشکانبه صدرالدین یعنی یکی از همین خیلی ها بود که ما میدونیم که برنامه درسی این مکتبای ما هست صدرالدین یعنی مرکز سودخور است. ما این نمایش ما دیدیم مکتبا رو مراجعت کردیم، گفتیم دوست عزیز ما همین نمایش ما هست، اگر شما همین موضوع درسنامه نزدیک می شود ما میتونیم شما به یک ساعت اندر درباره همین معلومات کنیم و معلم از همین یک درس باز میکنن. هم بچه ها نمایش تماشا میکنن، هم با واسطه این نمایش پرتر قبول میکنن این فرهنگ. یعنی به این واسطه ما بیش از 100 نمایش برای مکتبه کنیبودم بازی کردیم. و این خدمت است. این هم اینترسی وایهای به نظر گرفته کار کردن و هم کاری تئاتر پیش بردن. Взаимовыгодные отношения. شما یوتیوب کانال دارید؟ در یوتیوب کانال پادکست ها هست، آدیو اسپکتاکل ها هست، افسانه های سری صندلی هست، پوش های نمایشنامه هست. اما چرا در 218 ویدیویی که شما مونده همگی 363 پادکست شدیم و پرسماتر ها 100 300 برای آنکه ما درباره چیزهایی که مردم به اینترس نمی‌کنند
مردم همین چیزایی من نمیدونم از اینترنت که همون چیزایی که اینترنت مردم ما نمیگیم ما درباره تئاتر گپ میزنیم که مردم با افسر بده اینترنت فلسفه بخونیم تربیت نه خب ما دیگه درباره دیگه اون چیزایی برای اینترنت بیشتر نمی‌کنیم ما تئاتر هستیم پیش از و نمیتونم ما نمیتونیم 5K подписчик داشته باشیم برای آنکه ما ملت تئاتری نیستیم ما و همون های پدپیسات میکنن که وای هم به تئاتر معقول چی باید کرد؟ چندین سالها همه کس با دیگر تئاترها یک جایه برای مردمی کردن تئاتر خدمت کرد وقتی که تئاتر مردم به تئاتر همچون یک چیز خوب معرفی میکنیم خیلی که مردمی ما حاضر یک دل چیزای بیگانه قبول کردن تئاتر هم خیلی اگر قبول کرده کنن زندگیشون رو وارد کنن اون وقت به ثانی میشه چند که تماشا شد اگر از بهای 10 برابر گیریم شناخت مردم جامعه ما از تئاتر چند است؟ خیلی کم من دیگه شهر میگم گویم چون اگر یک گویم دیگه برای آنکه یک گویی تو باید 9 میلیون تقسیم کنی 10 به اگر یک گویی اگر من 1 میلیون شده نکنم که نیست همین نیست نه ما مردمی تئاتری نیم 80% حتی زیاده از این هم مردم خصوصا ما یوتیوب کانال می‌فرستیم که فایده به دست بیاره یعنی از این گپای شما یوتیوب کانال شما برای ما می‌خوایم تئاتر این یک واسطه تبلیغ تئاتر است برای ما تمام دیگر ممکنه نه در زمان پاندمی ما کمتر فعال کردیم ما کارش کردیم که مردم دسترس به مردم دسترس بشه اون موضوعی که قبلا استحصال کرده بود این چیزی شما نمایشنامه بازیچه ها را در اونجا گذاشته؟ بله و پرسمت رو دادید؟ روز پریمیر هم بله 3000 بود بعد یک ماه شده 3 چند شد تا 5000 برداشته بود بعد محکم کرده ما هر باری که کرزینه را همراه اهل هنر میکنیم حتما که از اونها امپرویزاسیون میخواهیم خب اگر حاضر امکان باشد من میدونم که امکان هست در حجم 1 یا 1.5 دقیقه شما صحنه بسازین قهرمان بیابید کارگردان شوید و نقش و اون یک معنی داشته باشه فهمیدن اکتوری کارگردان یکونیم ساعت ایمپرویزاسیون کامل بود همین صحنه امروز کلا ایمپرویزاسیون بود همه سخناشو گم کرد تکست دیگه کرد کی گم کرد سخنش چه گم کرد سببش چی بود گم کرد من نمیدونم ما دقیقا گم کرد سببش این بود که ما سیرکار بودیم گم کرد این گوساس کی گم کرد گم کرد است شما نمیدونید تو نمیدونید تو نمیدونید من میشتم این نمیشانم گفت که میگه بیا گفت آخه میرم کم نه زن دارم نه فرزند کو میگه من تاشو گم کردم چند گم شد سلام زاشه و رفت زاشه این وای استاپ سبتیتر بعد همون نه باید سپاکا داونه چیزی بود نه باور داشتی هم فرست اگه ترجمه کنم اگه ترجمه نه نکردم چون چی گفت که مشکل نه اونجا کاش کرد پافتیم سرشیم نه یکی از مشکلات ما این بود که ما این صحنه ما این خیلی بود اینجا اومدیم اینجا تنگ بود این خیلیش به دراز شد برای اون سیگارتاشون دورانده بود و پیشترانشون پیشنده بود است ما کرچه یک دل چیزای این خیلی کنم دکار بود این خیلی کنیم این خیلی نشد خیلی که باید میشد وقتی که خیلی که باید نشد ما یک چیز است که هنرمندای تئاتر ما یک چیز 50 بار مشق کرد صحنه میبریم
وقتی که تو 50 بار اینو مشق کردی که این فقط همین خیلی میشه این почему то я بار این خیلی میشه دیگه естественно تو я بار دیگه реакция میکنی دیگه خیلی همین خیلی شد بلیتز چه؟ بلیتز اپروس نیست دیگه جواب ده хорошо اگر همین دنیا نمیبود اگر این دنیا نمیبود من نمیدونم چی میشد که این دنیا گنده زور که خیرت که هست مارس میاد این دنیا نمیشد مدام نمیشد اگر انسانی نمیبود اگر انسانیت نمیبود هیچ کس نمیفهمید که زندگی کارساز می‌نیم من فکر میکنم برای اینکه انسان یکی ما انسان‌ها فکر میکنیم که ما единственное существо которое میفهمد و میداند то есть احساس میکنه театр بمیره قربان خواهد театр میرن گاه فکر میکنن اگر معنویات نمیبود اگر معنویات نمیبود ما مثل دیگه همه حیوانات زندگی میکنیم просто существовали اگر تئاتر نمیبود اگر театр نمیبود نه نرمال лично در پاکستان اگر театр نمیبود سینما نمیبود زیاد چیزا نمیشد ما درباره تاجیکستان میگیم برای اینکه ما یک کشوری نیستیم که دنیا رو تاثیر میرسونیم اگر نیکی نمیبود هیچی نمیشد من انجام میدم اگر نیکی نمیبود ما نمیفهمیم که چی هست بدی چی هست نیکی ما همه چیز یخی قبول میکنیم ولی همه چی اگر میشد اگر بدی نمیبود فکر میکردیم که نیکی بدی است ما نمیفهمیم که در دنیا نیکی وجود داره چیزی بود اگر بدی نمیبود اگر بدی نمیبود من نمیدونم چی میشد اگر پول نمیبود این مازه میکردیم پول نمیبود اگر پول نمیبود انسانیت رشد نمیکرد این پول یکی از استیمول میتیاد آدم که هم رشد کنه همه چیز پیدا شد همه چیز پیدا شد ایش وقت پول سبب اگر پول نمیبود ارزش پیدا نمی‌کرد اگر تئاتر کنیبودم نمیبود اگر تئاتر کنیبودم نمیبود یگان چیز تغییر نمی‌یافت لیکن در بعض سالهای مثلا همین زمانی مانده در بعضی از کشورها نمی‌دانستند که تاجیکستان گفتن یک کشوری هست در دنیا من امروز همین اسپکتاکل بازی نمی‌کردم چیزی خوب اگر صدای قو نمیبود اگر صدای قو نمیبود شما همراه ما صحبت نمی‌کردید درش سلام هم نمی‌دادید اگر صدای قو نمیبود ما همچون اکتور و همین ما سه نفر همچون اکتور یک قدمی دیگه پیش نمی‌رفتیم و آخر اگر شما نمیبود اگر ما نمیبودیم ما نمیفهمیدیم که همین زندگی هست دنیا هست و این دنیا هم خیلی اینترس نیست و در بین همین دنیا تئاتر هست شاید من حتی تئاتر را نمی‌دیدم خودم این آخر ما یک سوال داریم همه می‌خواننده می‌تونیم و اینا خواهش که یک جواب می‌دیم اگر امروز آخرین روز حیات شما بود چیکار می‌کنید تا مردن می‌نوشتم ما راستش گویم ما همین حرکات میکنم که همیشه در خودم همین که وای گویم که بچه تو چون نمیتونی خیلی زندگی کنی که آخرین روز حیاتی تو و من همین هیچ نمیتونم من فکر میکنم اگر حتی آخرین روز هم بود همین چی خیلی که حاضر هم خیلی زندگی کنم خیلی میکردم دیگه اگه آخر نمیتونستم من که قدرش نمیرستم بودم هیچ نمیکردم ما مدن نیستیم که هر روز رو هم مثل چون روز رو بسیار تیز بود کپوی نازم گفتیم لیکن تیپی گابزنی سوست بود راست سیپوچی گابزنی بسیار آزادانه کیف نمیکند از این بسیار آزادانه صحبت کردیم و گپ‌هایی که باید در پیش کامera نمیگفتیم گفتیم